از شما که اینجا حضور دارید ما کوشش خواهیم کرد تا از شما بعضی سوالات را پرسان کنیم. برای این منظور 30 دقیقه وقت تعیین کرده ایم. به همین ترتیب این بحث در مجموع تا 2 ساعت به پایان خواهد رسید. 2 یا 3 نکته مهم وجود دارد که ما باید آنها را در نظر بگیریم. ما نباید به هیچ وجه در شعار دادن یا سر و صدا شرکت کنیم. اینجا جای شور و غوغا نیست، زیرا تمام دنیا نظاره‌گر ماست. پس کوشش شود تا فضای آرام و مناسب را حفظ کنیم. ما باید برای مردم یک الگو ارائه دهیم تا افراد باسواد و آگاه اگرچه موافق یا مخالف باشند بتوانند با احترام یکدیگر گفتگو کنند. در اینجا پروفسور ژئنیو پروشوتم اگروال حضور دارد که در سنت‌ها به ما آموخته است که شجاعت موافقت و حکمت مخالفت هر دو بسیار مهمند و برعکس آن نیز اهمیت دارد. نکته دیگر این که این مناظره درباره هیچ دینی نیست. این موضوع باید برای همه روشن باشد. هدف این مباحثه به خاطر احترام گذاشتن به دین یا اهانت به دین دیگر نیست. پس اگر کسی با چنین امید آمده باشد، من به شما اطمینان می‌دهم که هیچ یک از این توقعها برآورده نخواهد شد. در این مناظره استفاده زیاد از نشانه‌ها و نمادهای دینی نخواهد شد. 2 نفری که در اینجا جدی به نظر می‌رسند هر دو انسان‌های خوبی هستند. آنها دیشب هنگام صرف چای با هم دیدار کردند، با هم صحبت کردند، شوخی و خنده داشتند و حتی یک عکس مشترک هم گرفتند. این خود دلیلی است که با وجود هیاهوی اینترنتی هر 2 نفر با آرامش و شیوه مناسب برای این مناظره آماده شده‌اند. صحبت‌های توییتر تنها به توییتر محدود خواهد بود که ایلان ماسک اکنون آن را ایکس می‌نامد. حالا من آغاز این مناظره را با همین 2 نفر یا عالم شروع می‌کنم. کسانی که به معرفی نیاز ندارند اما ضرور است معرفی شوند. ما در ژورنالیسم می‌آموزیم که هیچ چیز فرضی را از قبل نپذیریم. علم نیز همین را می‌گوید. مفتی شمایل ندوی عالم اسلامی و استاد هستند. ایشان بنیانگذار بنیاد واهیان در کلکته نیز میباشند. از جامعه دارالعلوم ندوة العلماء لکنو فارغ التحصیل شدند. یک شخصیت فعال در شبکه‌های اجتماعی و نشست‌های عمومی میباشند و در حال حاضر در دانشگاه بین‌المللی مالیزیا در مقطع دکترا تحصیل میکنند. نکته جالب این که در کنار تحصیل وبلاگ سفر هم مینویسند. ما وبلاگ ساختمان‌های پتروناسشان را نیز دیده‌ایم. همچنین همراه ما جاوید اختر نیز حضور دارند. ایشان نویسنده، شاعر و نویسنده دیالوگ‌ها و ترانه‌های فیلم‌ها هستند. درباره تفکر علمی و آتیسم اعلام شده خود دیدگاه‌های صریح دارند و از عقل خویش استفاده می‌کنند. شنوندگان و بینندگان محترم، آیا خدا وجود دارد؟ این سوال است که هر کس تلاش می‌کند پاسخی برای آن بیابد. یکی میگوید خدای ذره، گاد پارتیکل، دیگری میگوید هیگز بوسان است. بعضی تلاش می‌کنند بفهمند ماس اگزیستنس چگونه به وجود آمد، چه رخ داد و پیش از هستی چه چیزی وجود داشت و قبل از وقت چه بود. عده دیگر میگویند این تحقیقات چگونه در نظم ذهنی طبیعت پیشرفت کرده است. من امیدوارم که ما جوابهای برای این سوالات بنیادی به دست آوریم. من اولین نفر را دعوت میکنم که به جایگاه بیاید. از مفتی شمایل ندوی دعوت میکنم. بفرمایید. پیش از شروع خواهشمندم تلفن‌های همراه خود را خاموش یا بی صدا نمایید. یک بار دیگر تاکید می‌کنم موبایل‌های خود را خاموش کنید تا بعداً مشکل پیش نیاید. تمام ستایش‌ها از آن ذات و آفریدگار است که این جهان را برای هدف آفرید و به وجود آورد. جناب جاوید اختر، جناب سهراب دلیدی، حضار محترم شنوندگان و بینندگان گرامی، از حضور همه شما صمیمانه سپاسگزارم. در مناظره امروز درباره این موضوع گفتگو می‌کنیم که آیا خدا وجود دارد یا نه. موضوع است که درباره آن هر داوری ممکن است برای انتخاب‌های گوناگون معیارهای متفاوتی داشته باشد. از همین جهت در آغاز بحث مهم است تا بشناسیم که امروز در این موضوع کدام معیار درست و کدام نادرست است.
اولین معیاری که من میشناسم و جناب جاوید اختر هم بسیار زود به آن اشاره خواهند کرد علم است. یعنی علم در واقع نمیتواند وجود خدا را به طور مستقیم ثابت کند و نه هم میتواند معیار نهایی برای انکار وجود او را فراهم کند. دلیل آن چیست؟ این را من نمیگویم، بلکه کسانی میگویند که در علم متخصصند. اکادمی ملی علوم میگوید که علم مراحلی برای اثبات یا رد وجود خدا ندارد. چرا؟ زیرا علم با تجربه ها سر و کار دارد و چنین شواهدی به جهان طبیعی و فیزیکی مربوط می شود. در حالی که خدا حقیقت غیر مادی، غیر فیزیکی و فراتر از طبیعت است. بنابراین علم نمیتواند حقیقت غیر شخصی را از طریق وسایل و شواهد شناخت و اثبات کرد که در اصل برای بررسی واقعیت‌های شخصی یا فیزیکی به کار می‌روند. از همین جهت در این بحث برای اثبات یا رد وجود خدا تنها بر شواهد علمی تکیه نخواهد شد. معیار دوم این است که ممکن است ما از راه وحی به این نتیجه برسیم که خدا وجود دارد یا نه، اما این معیار نیز امروز در اینجا بی‌ارزش دانسته می‌شود. چرا؟ چون از دیدگاه من وحی منبع شناخت و معرفت است، اما از دیدگاه جاوید اختر وحی به عنوان منبع معرفت درست پذیرفته نمی‌شود.